با اداره پایگاه خبری بامداد از اسفره ویدیوی بنای سوخته در دهه سامانیان جماعت چورکو را فرستادند. این بنا واقع در مرز اسفره با نویه بادکند قرقیزستان شب 27 ینور در جریان مناقشه مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان هدف حمله با مینومیت قرار گرفته است. در ویدیو دیده می شود که بر اثر رسیدن تیرهای مینومیت در بنا سوختار به عمل آمده. بر اثر آن از این بنا تنها 4 دیوار باقی مانده. بام و در و دیوار و همه چیزی که در داخل این بناها بود به کام آتش رفته است. در ویدیو چند نفر از جمله حربیان دیده می شوند که اسارت حمله شبانه را تماشا دارند. از داخل بنا تا حال دود بلند می شود. مناقشه مسلحانه بین مرزبانهای تاجیک و قرقیز شب 27 ینور تخمینا ساعت 18:40 دقیقه در چهارراهه زرفشان و محله سامانیان جماعت چورکو آغاز یافت. حدود 6 ساعت دوام کرد. در این مناقشه از جانب تاجیکستان 2 نفر ملکی کشته و 10 نفر دیگر از جمله 6 نظامی و 4 نفر ملکی زخمی گردیدند. جانب قرقیزستان گفت در مناقشه اخیر در مرز بادکند و اسفره از جانب اهالی و حربیان قرقیز کسی کشته نشده ولی 11 حربی قرقیز تیر خوردند.